خب بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی. میخوام یه سوالی مطرح کنم و جوابش رو تو این جلسه بررسی کنیم. اگه به عنوان یک فرد مسلمان از ما سوال کنن که چرا شما شیعه شدی، شما چه جوابی میدید؟ همین یکم با خودتون فکر کنید، شما چه جوابی دارید که بگید من به این دلیل شیعه شدم؟ خب ما برای گرفتن این جواب احتیاج داریم ببینیم بزرگان دین تو این حوزه چی گفتن و این دلیلی که اونا میارن خب مهمتره. چون اشراف علمی بیشتری داشتن و تحقیقات و بررسی‌های بیشتری کردن تو این زمینه. برمیگردیم به سال 600 هجری قمری، زمانی که علامه هلی، اون فقیه نامدار، زندگی میکردن و یه بیوگرافی مختصر اگه در مورد علامه هلی بگم، ایشون یه بار در زمانشون فرد سنی میاد یه کتابی مینویسه به نام الف و 1000 دلیل میاره که ابوبکر باید خلیفه میشد و حق با ابوبکر بده. ایشون میاد در جوابش یک کتابی مینویسه به نام الفین، یعنی 2000 تا دلیل میاره طبق اسم کتابی که عنوان میکنه برای اینکه حضرت علی علیه السلام حق. البته حق بودن حضرت علی علیه السلام مثل روز روشنه و منتها اونا شرارت میکنن و زیر بار نمیرن. یه نمونه کوچکش مثلا در جنگ خندق وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه اصحاب رو دو تا با هم صیغه برادری برشون میخون، حضرت علی علیه السلام ناراحت بودن و پیامبر فهمیدن که دلیلش چیه. ایشون گفتن که شما منو قابل ندونستید که منم یه صیغه برادری بخونید بین من و یکی از این برادرها. و پیامبر اونجا فرمود که من شما رو برای خودم انتخاب کرده بودم که صیغه برادری رو بین خودم و شما بخونم. یه دلیل خیلی کوچیکه، دلایل بسیاره، حدیث منزلت، حدیث ولایت و بیشمار هست. پس ایشون اومد اون کتاب الفین رو نوشت و بعد از مرگشون و که خوابشون رو دیده بودن در مورد علامه هلی گفتن چه خبر، چه شد با شما، چه کار کردن؟ فرمود لولا الفین و زیارت الحسین، اگر کتاب الفین و زیارت امام حسین نبود، چون خیلی معروف بود که میره زیارت امام حسین، اگر این دوتا نبود من به خاطر اون فتوایی که داده بودم، چون فقیه نامداری بود، به خاطر فتوایی که داده بودم خب خواستن من رو بازخواست کنن اینا، این دوتا منو نجات داد، زیارت کتاب الفین و زیارت امام حسین. حالا این بیوگرافی، بعد این بیوگرافی مختصر رو گفتم که یک شناخت اجمالی پیدا کنیم از اون فقیه نامداری به نام علامه هلی که ایشون معاصر دانشمند بزرگی به نام خواجه نصیرالدین طوسی بود. خواجه نصیرالدین طوسی در علوم معقول استاد علامه هلی بود و مثلا علوم معقول یکی از علم هایی که درش بررسی میشه علم کلامه. علم کلام مثلا ما فرقی که در بین مسلمان ها وجود داره خب 73 فرقه است که طبق اون حدیث معروف که همه سنی ها و شیعه ها قبول دارن، که فرقه اهل تسنن و شیعه قبول داری که پیامبر فرمود بعد از حضرت موسی بعد از مرگش به 71 فرقه تبدیل شدن که یکیشون نجات پیدا میکنه، بقیه در آتشن. حضرت عیسی به 72 فرقه تبدیل شدن بعد از مرگ حضرت عیسی که یک فرقه نجات پیدا میکنه، 71 فرقه دیگه در آتشن و من بعد از مرگم به 73 فرقه تبدیل میشم، مسلمان ها تبدیل میشن که یک فرقه فقط نجات پیدا میکنه، بقیه یعنی 72 تا در آتشن. این حدیث رو همه فرقه اهل تسنن و شیعه قبول داره. بعد علامه هلی از استادش
خواجه نصیرالدین طوسی که ایشون هم در فقه برعکس خواجه نصیرالدین طوسی شاگرد علامه حلی بوده، یعنی اینا دو تا استاد شاگرد همدیگه بودن و به نیکی و به بزرگی از همدیگه یاد میکردن تا آخر عمر. علامه حلی از خواجه نصیرالدین طوسی سوال میکنه که شما چه دلیل میاری که فرقه شیعه درستی است و اون فردی است که طبق حدیث پیامبر نجات پیدا میکنه؟ خواجه نصیرالدین طوسی فرمود که خب علم کلام گفتیم خیلی علم وسیع هست و ایشون همه و کسانی که علم کلام رو بررسی میکنن مثل خواجه نصیرالدین طوسی میان تمام فرق اهل تسنن اینا رو بررسی میکنن، ادله‌ای که دارن و میارن که ما حقیم و اینا همه رو بررسی میکنن، تعدادشون و همه بالا پایین این فرقه رو بلدن و کل 73 فرقه رو بررسی میکنن. مثلا ما اگه بگم به سوال کنم که چند فرقه اهل تسنن میشناسیم، ممکن بگیم مثلا حنفی، شافعی، مالکی، چند تا دیگر هم بگیم، ولی اینا نه 73 فرقه رو همه رو قشنگ بررسی میکنن، عقایدشون رو به طور دقیق. علامه حلی وقتی سوال میکنه از خواجه نصیرالدین که چه دلیلی شما داری که ما فرقه شیعه به حق هستیم، میگه من خواجه نصیرالدین جواب میده من وقتی همه 73 فرقه رو بررسی کردم دیدم که 72 تاشون توی حرف مشترکن که میگن کسی که بگه لا اله الا الله و محمد رسول الله اهل بهشته، و فقط یه فرقه دیدم که یه چیزی اضافه تر داره و میگه که نه، باید بگه لا اله الا الله و محمد رسول الله و علی ولی الله. خب اگه و طبق حدیث پیامبر که فقط یه فرقه نجات پیدا میکنن و اون 72 تا دیگه در آتشن، پس این فرقه شیعه درست داره میگه. چرا؟ چون اون 72 فرقه که تو این حرف مشترکن که باید کسی که اعتقاد داشته باشه به لا اله الا الله و محمد رسول الله اینا در بهشت هستن، ولی یه فرقه هست که فقط حرفش با اونای دیگه مختلفه و پیامبر فرمود یه فرقه نجات پیدا میکنه نه 72 فرقه. خب پس بنابراین من این فرقه شیعه رو قبول میکنم که اعتقادشون به اینه که کسی که بگه لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ولی الله این سه تا اعتقاد داشته باشه، اونا جز فرقه هستن که همون فرقه هستن که خداوند اونا رو نجات میده و به بهشت وارد میکنه و اینا به حق هستن. با تشکر از اینکه به این بحث مهم گوش کردید و این بحث رو تحمل کردید. با تشکر.